به نام خالق پیدا و پنهان که پیدا و نهان داند به یکسان. سلام به همه محصلین عزیز، انشالله هر کجا که هستین سالم و سرشار از انرژی باشین. بنده عبدالصبور حیدری در ادامه درس تکنیکال دراوینگ یا گرافیک 1 در خدمت شما قرار دارم. در این جلسه با هم درس دوم که شامل تنظیمات صفحه و حروف نویسی میشه با همدیگر به امید خدا شروع میکنه. موضوعات این درس شامل معرفی ابزار دراوینگ، معرفی پنسل ها، الفبای خطوط، سیستم های اندازه‌گیری، فرمت های استاندارد کاغذ ها، مقیاس ترسیم، تعیین مقیاس در یک نقشه، حاشیه و عناوین و در نهایت حروف نویسی خواهد بود. در معرفی ابزار دراوینگ یا گرافیک، او ابزاری که باید در سمستر اول توسط محصلین تهیه و خریداری بشه من در این قسمت معرفی میکنم و تنها به صرف معرفی ای ابزار بسنده میکنم، ولی در دروس آینده نظر به نیاز و استفاده هر کدوم از اینا به صورت عملی توضیحات لازمه انشالله خواهم داد. در معرفی دراوینگ تولز در سمت چپ میز و چوکی مربوط به دراوینگر میبینیم که در لابراتوارهای پانزه انجینری موجوده و بدون نیاز به تخته جداگانه دراوینگ میتونیم برگر روی از او چسب کرده و با وسایل دراوینگ که در دسترس دارین پروژه خودخور کار کنیم. تصویر بعدی درافت بورد یا تخته دراوینگ که نیازه که محصلین عزیز در این سمستر ایر خریداری کنن تا کارخونگی ها خور بتنن راحت روی از او انجام بدن. روی تخته دراوینگ یک خطکش به نام تی اسکوئر میبینین که تی اسکوئر در سلاید بعدی به صورت جداگانه آوردم. این خطکش تی اسکوئر که از شکل از او شما متوجه میشین شبیه تیه، در کنار تخته قفل میشه و به راحتی میتونیم با استفاده از او هم برگر روی تخته دراوینگ فیکس کنیم، هم خطوط افقی ترسیم کنیم، هم بقیه خطکشا روی از این خطکش تی اسکوئر حرکت بدیم و زاویه های متفاوت ایجاد کنیم که در دروس بعدی به حالت عملی روی از این موضوع ما بحث خواهیم کرد. تریانگلز میبینین که عبارت از مثلث ها باشن. ما مثلث 45 درجه داریم که مثلث سمت راسته که دو زاویه از او 45 درجه و زاویه بعدی 90 درجه. ما میفهمیم که مجموع زوایای داخلی یک مثلث باید 180 درجه بشه. مثلث بعدی مثلث 30 و 60 یا گونیای 30 و 60 بر از او میگیم که یک زاویه از او 30، زاویه دیگه 60 و به صورت نورمال زاویه بعدی هم 90 میشه که مجموعه 180 از زاویه های داخلی از این مثلث هم ایجاد میشه. ابزار بعدی پروتکتور یا نقاله که به وسیله از اون ما میتونیم زوایا رو اندازه گیری کنیم. اگه به شکل دقیق دقت کنیم متوجه میشیم بین دو خط سبز رنگ زاویه‌ای که ایجاد شده به اندازه 115 توسط نقاله در این قسمت میتونیم بخونیم که به صورت عملی در درس‌های بعدی انشالله استفاده از این وسیله بحث خواهیم کرد. اسکیل رولر یا خطکش اسکیل که برای مقیاس بندی اندازه ها استفاده میشه، خطکشیه که 3 پره داره که ما میتونیم اندازه های خیلی بزرگ با مقیاس های خردتر روی صفحه ترسیم کنیم که انشالله در همین فصل درباره از این موضوع بیشتر بحث خواهیم کرد. چسب‌های کاغذ می‌بینیم که به منظور چسباندن گوشه‌های برگه روی تخته دراوینگ استفاده میشه. دلیلی که ما از این چسب‌ها استفاده میکنیم به خاطر از اینه که بعد از اتمام کار خیلی راحت میتونیم اینا از کاغذ و از تخته جدا کنیم و هیچ آسیبی هم به برگه ما نرسه. در این سلاید جعبه پرکارر می‌بینیم که مهمترین وسیله داخل از او پرکار یا کامپاسه و به منظور ترسیم دایره از این وسیله استفاده میشه.
همچنین داخل از این جعبه وسیله دیگه که استفاده زیاده داره دو سوزنه که از دو سوزنه اما استفاده های زیاد خواهیم داشت و در درس های عملی انشالله این قضیه بیشتر بحث میکنه. پاک کن یا پنسل پاک ابزار دیگه که باید خریداری کنیم کموتی که میفهمیم برای پاک کردن خطوطی که از پیش ما اشتباه شده یا خطوطی که دیگه نیاز به اونا نداریم میتونیم ما از پنسل پاک استفاده کنیم. وسیله بعدی که به نام Eraser Shield در این قسمت میبینیم به خاطر از اینه که ما بتونیم پاک کنر به صورت دقیق تر استفاده کنیم و بعضی از قسمت هایی که نیاز به ظرافت بیشتر در پاک کردن داره از این وسیله ما میتونیم استفاده کنیم. بعد از استفاده از پنسل پاک میده های از او روی کاغذ باقی میمونه. اگه قرار باشه که اونا رو ما با دست پاک کنیم امکان داره که مقدار سیاهی روی کاغذ A4 باقی بمونه یا ای که اگه خواسته باشیم فوت کنیم و اون میده پاک کنها رو پاک کنیم امکان داره که باز دوباره به حالت به برگه ما آسیب برسه. به همین خاطر بهترین حالت اینه که ما از برس دراوینگ استفاده کنیم و بعد از استفاده از پاک کن اون قسمت ما میتونیم خیلی راحت پاک کنیم و به کار خود ادامه بدیم. این درسته که ما با استفاده از پرکار میتونیم با شعاعهای متفاوت دایره ترسیم کنیم ولی خیلی وقتا زمانی که دایره های کوچکی رو ما ترسیم کنیم و با دایره هایی که شعاعی از اونها خیلی خورده سر و کار داریم استفاده از پرکار خود از اون میتونه برای ما یک مقدار مشکل ایجاد کنه که در دروس عملی شما متوجه از این قضیه حتما میشیم. به همین خاطر تمپلیت های وجود داره که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم مانند این خطکشی که میبینیم به داخل ازی ما میتونیم خطوط کروی یا دایره‌ای ترسیم کنه. این وسیله برای ما در ترسیم دایره ها با شعاعهای متفاوت میتونه سهولت زیادی ایجاد کنه. به همون ترتیب الیپس تمپلیتر داریم که میتونیم ما با استفاده از او اشکال بیزیر مربوط به بلاک های ایزومتریک ترسیم کنیم که در درس های آینده استفاده از این انشالله با همدیگر بحث خواهیم کرد و مثال های عملی هم در این باره کار میکنه. تراش یا پنسل تراشر که به نام شارپنر در این قسمت آماده ما در صورتی که نوک پنسل ما بشکنه کدام آسیبی بر از او برسه یا در صورتی که استفاده کردیم و نوک پنسل یک مقدار پخش شده و خطوط به حالت نرمال نداره استفاده میشه. در صورتی که از پنسل های نوکی یا مداد نوکی ها استفاده کنیم نیازی به شارپنر یا پنسل تراش نداره. کلین پیپر یا برگاه های A4 سفید که ما و شما در این سمستر با اونا سر و کار داریم و از اینا استفاده میکنه مرم در این تصویر میبینه. در این سلاید هم مدل هایی از پنسلر میبینیم که در بازار موجوده و همونطور که در سلاید قبلی صحبت کردم اگر از او پنسل نوع A خواسته باشیم استفاده کنیم بعضا نیازه که ما از تراش استفاده کنیم ولی از پنسل های بعدی اگه استفاده کنیم نوک های از اونا در بازار موجوده و ما در ترسیم میتونیم سهولت خیلی بیشتری داشته باشیم. از هر نوع پنسل که استفاده بکنیم باید نوعیت نوک از اونا رو ما تشخیص بدیم. به تصویر دقت کنیم ما پنسل نوع هشبیر میبینیم و متوجه باشیم میبینیم که رنگ نوک از او بسیار تیره و تیرگی از این به حالتیه که اگه ما رو کاغذ خواسته باشیم استفاده کنیم اکثر وقتا سبب خراب شدن کاغذ میشه و نقاط بسیار زیاد سیاه رنگ روی کاغذ ایجاد میشه. هر چقدر به سمت پایین میریم متوجه میشیم که نوک پنسل داره فرق میکنه. 7B، 6B، 5B، 4B هم ضخامت کمتر میشه هم تیرگی کمتر میشه و هم خود نوک پنسل سخت شده میره تا نهایتا ما به 4H، 5H و 6H که داخل از این تصویر میبینیم میرسیم که نوک پنسل دیگه به حالت سختی به حد رسیده که رنگ از اون هم کم رنگ شده و ما کوشش میکنیم که از این انواع پنسل ها از اون قسمت هایی که در وسط آماده استفاده کنیم. به طور مثال 2B، B، HB، F و
H و در نهایت 2H پنسل هایی هستند که ما بیشتر از اینا استفاده میکنیم و پنسل هایی هستند که بیشترتر مورد استفاده ما قرار میگیره پنسل H. شاید از پنسل های مانند 5H و 6H هم ما در دراوینگ استفاده بکنیم، به خاطر از اینکه در مرحله اول یک جسم رو ترسیم کنیم و روی همون خطوط با پنسل نوع H به طور مثال باز بیایم تیره کنیم، به خاطر که پنسل هایی که سخت ترن راحت تر قابلیت پاک شدن رو دارن و رنگ تیره ندارن که برگ ما خراب بشه. در دوران مکتب شما با سیستم های اندازه‌گیری که عبارت از سیستم US و SI آشنا شدین. در ایالات متحده معمولاً از اینچ، فوت و یارد برای اندازه‌گیری طول استفاده میشه و هر 3 فوت برابر 1 یارد و هر 12 اینچ برابر 3 فوته. سیستم متریک هم که امروز به نام سیستم بین المللی یاد میشه و ما او به نام SI هم میشناسیم، سیستمی که تمام کشورهای جهان او بپذیرفتن. سیستم متریک برای اندازه‌گیری طول از متر استفاده میکنه و یک سیستم 10 یعنی اجزا و اضعاف متر بر اساس تقسیمات 10 انجام میشه، طوری که میفهمیم 1 میلیمتر 1 بر 1000 متره، 1 سانتی متر 1 بر 100 متره، 1 دسیمتر 1 بر 10 متره، 1 متر میتونیم بگیم به همین اساس پس برابر با 100 سانتی متر و 1000 میلی متر میشه و 1 کیلومتر برابر با 1000 متره. در کتاب ما و شما هم هر دوی این سیستم ها یعنی US و SI وجود داره، ولی به خاطر از این که ما با استفاده از سیستم SI میتونیم راحت تر کار کنیم و خطکش ها عموما به همین اساس تقسیم شده، میتونیم خیلی راحت واحداتی که به اساس اینچ داخل کتاب آماده که به صورت معمول همین حالته، او رو میتونیم ضرب در 2.54 کنیم تا به سانتی متر تبدیل بشه. در نقشه کشی و طراحی مهندسی استانداردها اهمیت زیادی دارن و ما در ادامه بعضی از این استانداردها که در نقشه کشی اهمیت دارن مورد بحث قرار میدیم. به طور مثال ایالات متحده آمریکا از سیستم ANSI استفاده میکنه که مخفف مؤسسه ملی استاندارد آمریکا. کشور ژاپن از سیستم JIS استفاده میکنه که استاندارد صنعتی ژاپنه. کشور بریتانیا از سیستم BS استفاده میکنه که استاندارد بریتانیا گفته میشه. به همون ترتیب استرالیا از سیستم AS استفاده میکنه که استاندارد استرالیا یاد میشه. کشور آلمان از سیستم DIN استفاده میکنه که مؤسسه استاندارد آلمانه. و در نهایت سیستم ایزو که پرکاربردترین سیستمه و مخفف اینترنشنال استانداردز ارگانایزیشنه و یکی از مهمترین استانداردهای نقشه کشیه که نحوه نمایش اجزا، خطوط، نمادها و مقاطع کلا در از او تعریف شده و این سیستم در بسیاری از کشورها پذیرفته شده.